حالت بیابی در خوجگاه دیقانی ناحیه دیوشتی. در ناحیه دیوشتی بیش از 37,000 گکتار زمین انا در چنین حالت بیابی قرار دارد. چرا سفارش اجرا نشد؟ در این باره سفارش‌های حکومت جمهوری بود و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق و دیگر راهبران متصدی. ما امید میکنیم یک کمیسیه با صلاحیت تأسیس داده حساب وزارت‌های دخلدار که البته این انشاءات ساخته و استفاده داده می شود. اینجا انجام کارهای به انجام نرسیده این انشاءات است. 2 ماه 2.5 ماه تماما با اساسیت استفاده‌گونی آب دادن نتونستیم. کسی برای ادامه دادن کارهای ساختمانی اندیشه نکرده است. خود قضاوت کنید. 3500 متر قبور خوابانده شده است. البته برای انجام این کارها مبلغ، سوزشواری، تکنیکا و از همه مهم قوه کاری صرف گردیده است. و چون که می‌بینیم این همه کارهای به انجام رسیده امروز به باد فنا رفته ایستادند و کسی را در این مسئله پروایی نیست. این و دیگر پهلوهای مشکلات بیابی خوجگاه دیقانی ناحیه دیوشتی در نمایش تحلیلی تطبیق روزهای نزدیک در تلویزیون علم و طبیعت.